به مشروع آخرین اخبار فضای مجازی خوش اومدید و اما بشنوید از فردی که احتمالاً آتای قوی از اسرائیل داره و یا شاید هم بیضه هایی به اندازه پیکنیک و ازتان چونه تکیه کلامی است که احتمالاً اکسپلور شما رو در نوردیده. میلاد کرمی کوهنورد ایلامی است که یک ملت با دیدن کوهنوردیاش دست و پاشون از پشت گوشی شل میشه. این بار یه جایی نشست که حتی عقابا هم از اونجا با صلوات رد میشن. بعضتان چی نباش امروز یه لباس جنس تیوب پوشیدم. بارونم اومده، یه جای خیلی صاف. یه از ترس اومد. جای خیلی صافی هم بارون داره میاد. براتون خالی نگاه کجاییم. و نکته جالبترم اینه که وضعیتان چینه به بانوانم رسید و از فردا شاهد هجوم ملت به کوههای اطراف هستیم. خدا به صخره‌ها رحم کنه. منیم که یه کاراکتر انیمیشنی هم شخم ندارم توی عالم انیمیشن و خیالات همچین جایی برم. خب خبر بعدی که بسیارم جنجال برانگیز شد تصویری است از دانشکده مهندسی سمنان که یه جایی شبیه به کره مریخ احداث شده که برخی از کاربران اونجا رو به کنعان زادگاه یوسف پیامبر تشبیه کردن و به نظر میاد که آدم فضایی اونجا رفت آمد میکنن یا شایدم دانشگاه احضار روحه و صدا شدن نمیارن. امری داشتی عزیزم؟ نه قربونت برم، توی این اپیزود فعلا با شما کاری نداریم. باشه پس خبر تو بگو ببینم. چشم. ولی خب این دانشکده اثبات کرد که سمنان واقعا جای مرموزیه. نظر شما چیه؟ واقعا سمنان وجود داره یا دارن بازیمون میدن؟ خب میرسیم به خبر بعدی که میدونم براتون خیلی جذابه. ابوالفضل غلامی خالق ترانه گل منو اذیت نکنید قراره یه کار مشترک به نام کسی دیگه سمتم نیاد با سهراب امجی و سادن منتشر کنه و با یه شاهکار موسیقیایی دیگه گوش ملت رو مورد عنایت قرار بده. دیگه کسی سمتم نیاد، هر شب الکل هر شب خراب. دیگه کسی سمتم نیاد، مست و پاره رو برفم الان. دیگه کسی سمتم نیاد، هر شب الکل هر شب. واقعا با این صدایی بهشتی بعید میدونم کسی دیگه سمتت بیاد. در ادامه شما رو دعوت میکنم به شنیدن یکی از کارهای استاد. ای رویایم تو بیا تو بیا تو بیا با من. تو کجا تو کجا تو کجا. رسما دیوونه خونه است، خدا به دادمون برسه. و به عنوان خبر آخر میخوام شما رو با دو دوست، دو همسایه و دو همکار مشتی و با معرفت آشنا کنم که هرگز پشت همدیگه رو خالی نمی کنن. احتمالا شما هم کلیپ رقابت کاری سالم بین این دو عزیز رو دیدید که آسمون به زمین بیاد و زمین به آسمون بره، کاسبی همدیگه رو آجر نمی کنن. دوست عزیزمون ماشیشو برده پیش همسایه بغلی اون مکانیکه، بهش گفته که موتور و گیربکس تو باید باز کنی و 300 تومن باید هزینه بکنی. ما تست ازش گرفتیم دیدیم ایرادش کاتالیست ماشینشه، نه اینی که موتورش بخواد باز بشه. ایشون مکانیکه داره هر تراشی برای این دوستمون میکنه که ماشینشو بی خودی موتورشو باز کنه. الگو بگیرید دوستان، من از این حجم از رقابت سالم بغض کردم و روحم جلا پیدا کرد. دیدی میگم با هم کار داری؟ بیا بریم بیا. نه من با تو نبودم.